توی 20 دلاری اگر با تکنیک اوریگامی، یک تکنیک در هنره، اوریگامی و کلاج، بگیری دلار رو تا بزنی شبیه موشک، تکان دهنده است نتیجه. برج‌های دوقلوی تجارت جهانی رو می‌بینید که آتش شمی از کی برنامه‌ریزی کرد. این دو تا برج شبیه عدد 11 بود. همون عدد 11 که عدد مقدس. و این دو تا عدد 11 چرا مقدسه؟ به خاطر اینکه نماد دو تا ستون ابتدایی، دو تا ستونی که دیروز توضیح دادم، ستون بواز و جاشین، ستون ابتدایی که میگفتن در ابتدای حرم معبد سلیمان قرار داشته. همینجا وایسین. آقای رائفی پور اینا رو نشون میده، میگه ببینین از کی برنامه ریزی کردن. شنیدین دیگه. از کی برنامه ریزی کردن که این برجا رو بزنن. 11 سپتامبر 2011 یعنی 13 سال پیش. خب طرحهایی که رو دلار هست کی زده شده؟ دوره جنگ داخلی آمریکا. قرن 18 236 سال پیش. درست 1 سال بعد از اعلام استقلال آمریکا. برجای ساختمان تجارت جهانی 13 سال پیش بهش حمله شد. یعنی 13 سال پیش خلبانای 2 تا هواپیما دقیق زوم میکنن که بزنن درست همون جایی که عکسش 200 خورده سال پیش رو دلار اومده بود. الله اکبر. استاد میگه ببینه از کی برنامه ریزی کردن. از 240 سال پیش که برجای دوقلو رو بزنن. ببینیم به این شیوه اگه بخوایم بریم جلو، شیوه آقای رائفی پور مثلا حدود 20 سال پیش، اونایی که اون موقع جوان بودن یادشونه که خیلی رایج شده بود که اسکناس 10 تومانی رو یه جوری تا می‌زدن، اگه داشته باشین برین که ببینین چه جوری این اسکناس 10 تومانی رو برعکس می‌کردن، تا می‌زدن تصویر مدرس می‌شد عین روباه. خب یعنی عمدن اون طرح 10 تومانی اونجوری طراحی شده بود که از توش روباه و مدرس در بیاد. دوم روباه هم میگفتن این ریش آقاست. این خیال بافی ها رو چرا باید بعضیا باور کنن؟ فقط رائفی پور هم نیست که این حرفا رو میزنه. احمدی نژاد، حسن عباسی، ازغندی پور، مهدی طائب و امثال اینا همشون یه جور حرف میزنن. خیلی از این جاهایی که درست شده به اسم مهدویت و ظهور و نمیدونم مبارزه با صهیونیسم و فراماسونری و از این چیزا، همشون قصه پردازی‌های شبیه هم دارن. تو وبسایت‌هاشون فراوون، یه سری بزن. مثلا موبین میدیا. به هر حال هر کی میخواد تاریخ دلار رو بدونه با روش علمی، یعنی واقعا تاریخش رو بره بخونه، منبع فراوانه. تو همین ویکی‌پدیا میتونین ببینید که طرحهاش مال دوره جنگ‌های استقلال، یعنی قرن 18 عرض کردم 240 سال پیش. کاش همه حرفای منبری‌ها رو میرفتن جوونا خودشون پیگیری میکردن که چقدر درسته این حرفا. باری